مقدار از این موها رو کلت مونده. یه سوالی من دارم از خدمتتون، چه جوریاست که اخیراً ماشین لباسشویی ها نمیدونم به خاطر نوع مواد شوینده‌ای که توش میریزن دیگه رنگ لباس‌ها رو تغییر نمیده بلکه ماهیت رو عوض میکنه؟ چطور؟ مثلا یه مارک ورزشی لباس بله میندازه تو ماشین لباسشویی، مارک برادران قلی‌پور به تحویل میده، اصلا عوض میشه ماهیت. به افتخار ماماناتون دست قشنگ بزنید، به افتخار مادرها، همینجا نگردن، به افتخار همه مادرهایی که آقا تلفن پیراهن سفید بهشون تحویل میدی، پیراهن صورتی کمرنگ بهتون تحویل میدن. خب آقا جانم بفرمایید. الو الو سلام. سلام، حال شما خوبه؟ خوب هستین خانم، وقت شما بخیر. مرسی، متشکرم. شما کجا تشریف دارین؟ ما تو گمدره ایم، اینجا مستاجریم، بعد بفرمایید. کجا گرم درده هستی، مستاجرین؟ بله. گرمه گرم دره؟ نه، هوا خنک اینجا، چون نزدیکه. پس چرا گرم دره است؟ دیگه چیکار کنیم دیگه؟ خب خواهر من، شما عرضم به حضورتون که مستاجر هستید، خودرو دارین یا نه؟ بله، هستیم اینجا. خودرو دارین. چی دارین؟ چی داریم؟ به من چی دارین؟ من چی کارم که بخوام بدونم شما چی دارین؟ تو بگی چی داریم؟ نه. نهار چی دارین؟ نهار چی داشتین؟ جای شما ماکارونی. ماکارونی. منم ماکارونی خوردم اتفاقا، خدا شاهده. که سنگ اومد زیر دندونم. خب عرضم به حضورتون که آقای حسینی اینجا هستن، از بازیگران بسیار خوب تلویزیون. ایشون میگن که من تا 15 سالگی فکر میکردم که ماکارونی از درخت به عمل میاد، بعد فهمیدم که نه، ماکارونی به شیوه دیگه کاشته میشه. آقای رفیعی، اینجا آقای رفیعی حضور دارن، مجری تلویزیون، حسین رفیعی. میشناسین شما؟ آقای حسین کی؟ حسین رفیعی. رفیعی خیلی معروفه، فافا اما فافا. حسین رفیعی. حسین رفیعی حتی صدا پیشگی هم کرده برای بعضی از کارتون‌ها. آقای سیدرضا حسینی هم اینجاست، میگه من عاشق کارتون خرما هستم تو همه کارتونایی که تلویزیون پخش میکنه. خب حسین جان، باقی صحبت شما با. خب سرکار خانم، اول اینکه ما از مجموعه هومکر با شما تماس گرفتیم از این ور صحبت و عرض کنم به خدمت شما که شما توی قرعه کشی که دوستان و مجموعه برگزار کردن برنده، شما اصلا از قرعه کشی با خبر بودین؟ خب الان میدونید الان اگه برنده شدین چی برنده شدین مثلا؟ نمیدونم والا، خیلی دعا کردم، نمیدونم. شما دعا کردید چی برنده شی مثلا؟ 10 میلیون پول خوبه؟ والا نمیدونم به خدا، فقط دعا کردم برنده بشم. خب چی رو برنده بشی خانم؟ چی برنده بشی؟ مثلا خونه ای، ماشین، پول. همه رو با هم دعا کردیم مادر من. شما مستجاب الدعوه هستین الحمدلله. این قراره چی برنده بشین، ولی بازم خوب بوده که دعا کردین که چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه؟ من سرما زیاد نست. خب سرکار خانم، شما برنده یک دستگاه آپارتمان مبله، یک خودروی 206، یه لحظه صبر کن حسین جان، 20 میلیون پول شدی. پروپانالول خدمتتون هست اونجا؟ ایندرال الان اصلا خیلی عادی باشه. 10 میلی گرمش رو شما استفاده کنید. شما خیلی انسان مسلطی هستید. الان خوشحال ایمان واقعا؟ بله. ما بی تفاوت‌تر از شما تا حالا ندیدیم و نشنیدیم. یعنی من بودم الان سکتر زده بودم. شما خیلی ماشاءالله خونسرد هستید. نه آخه من مشکلات زیاد داشتم، به خاطر همین. خدا نکنه. چون مشکلاتون زیاد بود الان بی تفاوت هستید. آقا پس اگه میشه 2 تا خونه بس لطف کنید. برای تبریک میگم بهتون، شما برنده جایزه اول مجموعه شدین. دست جانانه بزنید به افتخارشون. همه دارن برای شما دست میزنن و براتون شادی میکنن که شما با وجود مشکلات زیاد و دعایی که خیلی کلی دعا فرمودین همه رو با هم برنده شدین. خب آقای ریوندی، آقای حسینی عزیز، بریم نفر بعدی ببینیم کی میتونه باشه. عدد 6 سرکار خانم. آقای ریوندی میخوای شما نگاه کنی ببینید عدد رو. عدد بعد، عدد 2 دوربین، عدد 2 خانم بعد نشون بدید. خانم کرمی عزیز، عدد 2 عدد بعد، عدد بازم 2 در گوی قرمز، عدد 2 عدد بعد باز عدد 3. 601 نفر شانس برنده شدن دارن. 601 نفر الان با این یکی الان شد 60 نفر. عدد 6
با اون عدد 6 که شما گفتین کلا 4 نفر، عدد بعد باز 2 4 نفر و این عدد مشخص میکنه 1,263,226 عدد نهایی عدد یک برنده بعدی ما رو اینجا مسجل میکنه. 919 آخرش 78 42. دست بزنیم به افتخارشون. افتخارشون. خب دوستان تا دارن تماس میگیرن ما نفر بعدی رو هم قرعه کشی کنیم. ایشون اگه برنده بشن برنده اجازه بدی اینها توی دستا گیر کرد. بله برنده 250 میلیون ریال خواهند شد. از اون ور سیدم گل من درود بر تو. بذار من بچرخونم تو برو یکی یکی اعدادو بخون. خب این بار سید رضا حسینی عزیز عدد نه نشد. یه بار دیگه تا چند بلدی بشموری رضا جان؟ مراقب باش درست بشموری. کرمی ناراحت. آقا برو آقا جان. شماره 3 هم به دوربین به هم سرکار خانم کرمی عدد رو ببینن. بله. شماره 7 دوستان بسیار محترم. شماره 7 بله. خط زیرشه. شماره 8 بله من ریاضیم ضعیفه. شماره 8 خدمت شما دوستان بسیار ارجمند. تا اینجا 600 نفر شانس برنده شدن دارن. تا این عدد 6 شد 6 به 60 نفر. 2 یکیه. شماره 3 4 نفر. حسین چهره رو داری یا نه؟ 6 نفر میتونن برنده بشن. این برنده رو معلوم میکنه. شماره 2 رفی امکان داره که برنده ما در میان جمع نشسته ممکنه بله. 1,236,000 شماره 873 نفر. 3 شماره است. خب عدداشون رو میدونن. خیلی خب 911 که مال شماره. آقای ریوندی جانم. دوست عزیز نفر دوم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ما از برنامه قرعه کشی هومکر از شبکه 2 باتون تماس گرفتیم. شما از محصولات هومکر خرید کردین دیگه بزرگوار درسته؟ بله. شما خودتون خرید کردین؟ من خودم خرید کردم. بعد خودتون شماره قرعه کشی رو ارسال کردین؟ بله. بعد بهتون گفتن چی ممکنه برنده بشین؟ چی خرید کردن؟ یعنی کسی نگفت، ما توکل بر خدا کردیم. چی خریدی پدرم؟ ما تایت خریده بودیم. تایت خریدی. بعد تایت رو چه کار کردی؟ بردی خونه؟ بله. تایت رو بردی خونه چیکار کردی بعدش؟ استفاده کردیم دیگه. استفاده کردی. نه شماره شما حالا خود تایت رو چیکار کردی؟ لباس ها رو شما شستی یا خانومتون شستن؟ این خیلی مسئله مهم. اگر خودتون شسته باشین امکان برنده شدن شما هست. بله. شما شستی؟ آره خودم شستیم. شما که راست میگی. اگر برنده شدن در کار نبودم میگفتی خودم شستم؟ نه خودم نشستم، خانمم شسته. آفرین. حقیقت. آفرین. الان که حقیقت رو گفتی شما برنده یک خودرو 206 شدی از مجموعه. به افتخارشون. یه لحظه آقای عزیز. الو بفرمایید. هستی؟ شما برنده 206 شدین. یه جیغ میزنیم ما بشنویم خوشحال شدی؟ بله. یه جیغ میزنیم ما به اینجا متوجه بشیم خوشحال شدی برنده شدی. ما دیگه بالاخره توکل بر خدا کردیم، خوشحالی نداره. بله بهتون تبریک میگم شما برنده شدی. بله. از کجا شما هستی؟ من از قم. از قم، از شهر مقدس قم. مبارکتون باشه انشالله. سلامت باشید. به هر حال چجوری دریافت کنن؟ الان براتون میاریم. یه دقیقه گوشی دستون باشه. من میدم دوستان الان ماشین در به منزل رو باز کنید ماشین داره میاد تو. روی هم رفته. به هر حال ماشین رو ماشاءالله. خب عدد 0 مردم دیگه اون هیجانات قدیم رو انگار ندارن. مرد حسابی توی ماشین برنده شدی.
بعد جیغ بزنی. نه درسته، 1 میلیون بین همه مشترکه. 0911 5948 مال منطقه شمال کشورمونه. خب سرکار خانم کرمی، من از شما سپاسگزارم. جانانه تشویق بفرمایید سرکار خانم کرمی. بله به افتخار شما، ممنون از حضورتون. آقای ریوندی البته حق بدین، یه بنده خدای مشغول به کار فعالیته، یه دفعه یکی بهش زنگ میزنه میگه آقا شما یه خودرو برنده شدی، یه خونه برنده شدی، 25 میلیون. آخه من تعجب میکنم. به هر حال طبیعیه که مقدار، به هر حال من گفتم انسان به هر حالی هستن، اما نه به ایشون که هیچ هیجانی نداشت، نه به ایشون که من توی گورستانی دیدمش از دور به یه قبری نگاه میکرد. گفتم صدر رضا چی شده؟ گفت فامیل دورمون بود. خیلی آدم باحالی هستیم. خب آقای رفیعی، آقای صدر رضا خان، من الان تماس بعدی رو برقرار شه میخوام. تماس بعدی برقرار میشه برای جایزه 25 میلیون تومانی دیگه، درسته؟ نفر آخر شما یه خاطره خیلی شیرین از فیلم هایی که اخیراً بازی کردین. میدونید که صدر رضا حسینی بازیگر خیلی از فیلم های سینمایی، خیلی از سریال های تلویزیونی بودن و همیشه به عنوان یک چهره جذاب و شاد منو دارین شما در نظر مردم شناخته شده است. سلام علیکم. سلام علیکم. اسم شریفتون؟ آقای احمد بدرقی. آقای احمد بدرقی، الان کجا تشریف دارین؟ کدوم شهرین؟ من منزل استان گلستان علی‌آباد کتول. علی‌آباد کتول. درود بر شما و همه اهالی خوب و شریف اونجا. آقا نقی هم سلام برسون اونجا اگر هست. بفرمایید که شما از محصولات ممکن خرید کردین؟ بله بله. خب چی خریدید؟ اگه خرید کنید جایزه میگیرید، برنده میشین، قرعه کشی داره؟ بله به ما گفتن آقا ما دیگه شانسی فرستادیم دیگه خدا عجب. خب چی بهتون گفتن چی برنده میشین؟ والا ماشین گفتن، خونه گفتن دیگه. پولم گفتن توش بود؟ پول فکر کنن آره. خب الان اگر مثلا چقدر پول برنده بشی خوشحال میشی؟ دیگه هر چی خدا بخواد. هر چی خب خود. نه خدا بخواد که خود شما الان با چقدر کارت را میفته؟ چقدر پول داری الان؟ که نمیدونم دیگه. الان چقدر پول داری؟ الان چقدر پول داری؟ الان که دیگه میدونی دیگه موقع حالا تو گندم درو باشه دیگه. خب اوضاع دیگه خیلی خرابه. خرابه یعنی چی؟ آقا پس ما بهتون تبریک میگیم، شما برنده 25 میلیون تومان 250,000 ریال بچه نقد شدین. به افتخارش. خیلی ممنون. اشتباه میگه عدد حسین جان، 250,000 ریال. اصلا فقط گفت خیلی ممنون. دوست عزیز احمد آقا، بله. قربون اسمت برم، شما 25 میلیون تومان پول برنده شدی. خدا شاهد. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. واقعا ازت توقع نداشتم. چی بگم حالا؟ خب آقا قبول آقا، الان شوک شدن. الان دوستان ما باهاتون صحبت میکنن، بهتون میگن. احمد اونجای هنوز؟ احمد جان جواب منو بده احمد. جان. از گندم درو اومدی؟ همین الان از سر شادی اومدم دیگه، گفتم یه نماز بخونم بشینم دیگه. درود بر تو، ما هم دعا کن. مبارکت باشه. درود بر شما عزیز، انشالله که مبارکت باشه. دوستان من باهاتون. احمدم برنده شد. رضا فقط من و تو موندی. خب آقای ریوندی عزیز، جناب آقای حسینی عزیز، خیلی خیلی ممنون، سپاسگزار از اینکه اومدین توی برنامه شادی رو و لبخند رو به لبان دوستان بیننده و حضار آوردین و از پایان برنامه صحبت‌های پایانیتون رو بشنوید. خب قرار شد رضا خاطره برای شما تعریف کنه. قبل از اون در گوش من میگفت بزرگترین شانس من اینه که در زندگی وقتی پشه‌ها میان در فصل تابستون میونه اون هم افرادی که در خونه خواب هستن منو انتخاب میکنن برای مکیدن و این جزء شانس‌های زندگیش محسوب شده. خاطره رو میگی یا بیخیال شی؟ چند وقت پیش با آقای رضویان رفته بودیم مشهد مقدس، رفتیم داخل آسانسور، یا آقای گفتش که ببخشید الخمسه، گفتم نه ایشون آقای رضویانن، خمسه تهران. جواد رضویان افتاد زمین قش کرد، گفت بابا این میگه طبقه پنجم، الخمسه کجا، خمسه کجا، تهران. دست بزنید به افتخارشون. یه شب عالی براتون آرزو میکنیم. دوستان بزرگوار بیننده، به پایان برنامه رسیدیم. آرزو میکنم ماهی دیگه هم با قرعه کشی در خدمتتون باشیم. من از حضورتون مرخص خداحافظی میکنم. آقای ریوندی و آقای حسینی خداحافظی. خدا نگهدار. همینجاست، اینجا خانه ماست. روی اون هر کسی که دوستش داریم
هر کسی که میشناسیم، هر کسی که از اون چیش